سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امتیمتین هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. بچه‌ها بابت تأخیر ویدیو واقعا معذرت میخوام، به خاطر اینکه اصلا اینترنت یاری نمیکرد و می اومدم داخل ای فوتبال، هر چقدر که میزدم وارد اکانت بشه نمیشد و حتی رفتم استیم یه بار از اکانتم در اومدم و دوباره اومدم و نمیشد. و آره بابت این موضوع معذرت میخوام و تأخیر اینا. و بچه‌ها قراره داخل شورت ویدیو یه دونه سورپرایز براتون دارم که واقعا توی بازی کردن بدون دردسر کمکتون میکنه. حالا خودتون شورت ویدیو رو میرید نگاه میکنید که من این ویدیو اگه آپلود شد، بعد از آپلود این ویدیو من حتما اونم میذارم که لذت کافی رو ببرید. و آره خب بیایم اینجا ببینیم چه چیزایی بهمون داده. بله 50 تا چیز داده و رونالدو و گرت بیل هم اومده و یامالو و بله. خب بدونیش معطلی میریم که پلی بدیم و جوایز بیشتری به دست بیاریم که چالشی که در آینده قراره تمومش کنیم، در آینده که فکر کنم در مثلا 4-5 تا پارت دیگه که میخوایم تمومش کنیم، اینه که اکانتمون رو که الان من بهتون نشون میدم، که اگه پارت قبلی هم دیدید که میدونید چه خبره. اکانت ای فوتبال پی سی رو میخوام شبیه به اکانت ای فوتبال موبایل کنم که تا جایی هم نزدیک شدیم. و پارت قبلی ما اومدیم رونالدینیو رو گرفتیم که واقعا خیلی خوبه و دریبلای عالی میشه باش زد. خب مچو میزنیم و میریم برای گرفتن جوایز. و بچه ها اگه توی این آپدیت جدیدش هر روز داخل بازی بیاید، بهتون کوین میده که با اون کوین ها شما هر چقدر جمع کنید شانس گرفتن بازیکن مورد علاقتون بیشتر میشه داخل اون پکایی که میاره. خب ما اینو میریم پلی میدیم که البته در میایم و ببینیم چه چیزایی میده. بچه ها شما میاد اینجا و آره رسید. اینجا می نویسه که اگه شما مثلا این مچ ها رو پلی بدید به شما چه چیزایی میده، که مثلا من اگه بیام این مچ رو پلی بدم 10,000 تا به من XP میده، که با این 10,000 تا مثلا من میتونم پلیرام رو تقویت کنم که فعلا ما نمیریم سراغ این. خب و اینو میریم که بازیکن میتونیم باش بگیریم اگه پلی بدیم. و آره به نام خداوند میریم که شروع کنیم. و بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که با این کار کلی به من انرژی میدید و ویدیوهای زیادی قرار با هم داشته باشیم و قرار بترکونیم. و بچه ها ویدیوی قبلی واقعا ترکوندید از لحاظ کامنت و لایک و واقعا Feel it. This is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. تقریبا نزدیک شد به اکانت چی؟ The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Just joining us, we are already underway. خب الان من یکم بچه صدای بازی رو کمتر کردم که چیز نکنه.
چی میگن اذیتتون نکنه و صدای من بیفته داخل بازی، که اگر مثلا نکته‌ای بود بهتون بگم که مثلا بیشتر چیز داره دیگه، چی میگن الان این پاسو بدم بگم شوت گل. بله خب یکم مشکل داره این فوتبال، نمیدونم وارد شدن داخلش. من هم مشکل رو داشتم که میخواستم ویدیو بگیرم لاگین نمیشد، یعنی انگار که مثلا مشکل از البته DNS هایی که تو ویدیو قبلی بهتون دادم حتما برید از اونا استفاده کنید، واقعا DNS های خیلی خوبی هستن. من با DNS لگ زیرو که براتون گذاشتم دارم الان پلی میدم و گیم های خیلی مختلفی هم باش بازی کردم، یعنی پینگ عالی هم میده. بستگی به اینترنتتون داره دیگه، مثلا اینترنت شما چیز باشه، سرعتش کم باشه زیاد باشه، بستگی هم به سرعتش هم داره دیگه. ولی DNS گوگلی که براتون گذاشتم، اون اولا که براتون گذاشتم واقعا خوب کار میکنه، الان یکم بد شده و زیاد تاثیر نداره توی چیز بازی ها که پینگتون خوب باشه. خب آقا ما میذاریم فاز اتک، پاس میدیم رونالدینیو. مسی بنازم آقا این گاب و ایشالله ما زودتر میبینیم مسی و رونالدو. ای بابا ای بابا. خب ما بریم برای چند تا بزنیم، خدا بده برکت. بله گل بسیار زیبا بیرون پا و بله. و بچه‌ها راستی من چند تا پک آورده بود داخل این فوتبال که میخواستم برم اونا رو بزنم و ویدیوشو براتون بگیرم و به خاطر همین مشکل لاگین کردن که برامون پیش اومد واقعا نشد. یعنی من از هفته های قبلم حتی تو کانال تلگرام براتون، بچه کانال تلگرام داری راستی و اونجا من جوین بدید که من اونجا اخبار رو میذارم براتون، که هر گیمی اخبار گیم مثلا مهم نیست، اخبار همین ویدیوهایی که میخوایم آپلود کنیم و بچه‌ها گیم‌های خیلی زیادی خواهیم داشت، فقط این فوتبال نیست. و راستی بچه‌ها من FC هم اوکی کرده بودم، یعنی رفته بودم FC همه کاراشو انجام داده بودم و متاسفانه اکانتم ساخته بودم ولی اکانتم بند شد به دلیل تغییر آی پی و اینا و بله اکانتم بند شد و خواستم ویدیوی اف سی براتون بگیرم که بله اکانتم بند شد و نشد بگیرم. خب یه پاس میدیم آلدو و رونالدینیو ردش نیست. ماشاءالله فودین اصلا خیلی خوب تکل میزنه، پشمام میخواد از این تکلای راموسیش. عجب رسمیه. خب و این از این و کسایی که تا اینجای ویدیو اومدن لایک و کامنت رو بزنن و قرار من تا اینجای ویدیو اومدید بهتون چند تا اپ معرفی کنم که اونا هم تقریبا DNS حالتن دیگه، DNS مانند کار میکنن و بله اسم اون اپ هم پکت رفته که واقعا اپ خوبیه، اکثر بازی ها رو داره. یعنی مثلا شما عکسش هم من براتون میذارم که چه شکلیه، با اسمش هم براتون میذارم که بله بعضی از بازی ها داره مثل کانتر و FC و گیم های دیگه
پابجی هم داره، بعد ای هم داره. با ای میتونید چیز کنید، چی میگن، ای بزنید که DNS مخصوص ای میده و فراگپانک و غیره. هتریک کام هتریک شد دیگه، بعد هتریک شد. خب و بچه ها من تمام کامنت ها رو خوندم و به همشون هم جواب دادم و اگه مثلا شاید جواب بعضی ها ندادم چون قرار داخل شورت ویدیویی که خواهیم گذاشت جوابشون رو بدیم که سوال بود و منم براتون میذارم که حتی اونای بعضی شاید مثلا دلشون بخواد دسترسی داشته باشن به بازی بدون چی میگن، بدون لگ اینا دیگه، لگ اینترنتی، که من داخل اون شورت ویدیو قرار مشکل همه رو برطرف کنم. که خب یه پاس میریم. یا علی تکلو، اصلا تکل عالی. بابا بیفت دنبال اونو بگیر. جب پاس و بچه ها این حالا ویدیو نمیدونم احتمالا کیفیت صدا احتمالا این کم بد باشه، حالا اونم ببخشید چون من با OBS نتونستم ویدیو ضبط کنم به خاطر اینکه واقعا کیفیت چی میگن رکورد کردنش واقعا نمیدونم، شاید من تنظیماتو بد چیدم کیفیتش پایین بود. یعنی مثلا من تنظیماتو اصلا تنظیمات خودش هم نذاشتم، تنظیماتو تغییر دادم، نمیدونم کیفیتش بد بود. من میخواستم تست کنم ویدیو رو و واقعا کیفیتش افتضاح بود و بچه ها حالا با اینکه سابسکرایبمون کمه ولی همکاری داریم با یکی از رفیقامون آقای ادویس و قراره ویدیوهای واقعا عجب لیز میخورن ها. من اصلا تکل نمیدم، اینا فقط لیز میخورن. عجب دیری. کفششون لیزه میدونید، یکم لیز میخوره. عجب خطا نیست. و بچه ها هر گیم که شما داخل کامنت ها بگید من پلی میدم و هر گیمی اصلا فرق ندارم، هر گیمی که بگید. و بله قراره بازی زیادی داشته باشیم، حتی بازی موبایلی هم قراره داشته باشیم که احتمالاً وصلش کنم به کامپیوتر و گیم های موبایلی خوبی داشته باشیم. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. Vitz. خب یه پاس میدیم، یه اسکیل داشته باشیم. و بچه ها یه خاصی تنظیمات ای فوتبال من براتون بذارم و تنظیمات خاصی من ندارم ولی خاصی مثلا تنظیماتتون رو به زبان فارسی بدونید که چی به چیه من ویدیوشو براتون اگه کامنت خواستید میذارم که ببینید چی به چیه. آقا دومی رو نمیذارم، دومی رو نمیذارم، میگم دومی رو نمیذارم. تو بودید که مثلا من آنلاین استارت میکنم حریفای ضعیفی میندازه و بستگی داره به چیزتون دیگه، چی میگن
زبون قاصر نیست، چی میگن، چیزی که روش پلی میدید، موبایل باشه، کنسول باشه، یا آره. عجب گلی، عجب گلی، عجب گلی. و آره بستگی داره به چه پلتفرمی پلی بدید که آره مثلا اکثرا چون ایکس باکس کم میندازه دیگه، تا جایی که من میدونم ایکس باکس کم میندازه و پلی استیشن هم اونم زیاد پلیرهای خوبی میندازه ولی زیاد پیدا نمیکنه ولی تو پی سی فرق داره. تو پی سی اکثرشون بستگی داره مثلا به شانستون دیگه، یا پلیر خوبی میندازه یا پلیر نوبی. و بله با 35-1 بردیم، نشد 7 بزنیم. مسی توپو میبره خونه‌شون. بله اینجا امتیازا رو میبینید، مسی نمره 8.5 گرفت. بله و آره خب بله و بچه آره نگاه کنید، ما میایم اینجا و چند تا بازیکن هست که ما اینجا گرفتیم و میاریم داخل به دلیل اینکه من یه مچ رفتم بازی کردم و 3 تا اخراجی دادم بیرون که واقعا عالیه. و بعد میاریم داخل شونو و آرنولدو بیاریم رایس هم گرفتیم، نه درسته رایس هم گرفتیم، برنج هم گرفتیم و آره که میایم اینجا و اینا رو میذارم تعویضی که بچه ها حتما اینم بدونید اگه بازیکنهای خوبی هم البته مثلا ترکیب اصلیتون خوب بود و بازیکنهای خوبی هم داخل آل پلیر را داشتید، بیارید داخل تعویضی ها که تاثیر داره روی اوورال تیمتون. خب من ایشونم بیارم و آره ثانیه من ببینم ایشون کجا پلی میده. نه رونالدینیو اونجا ستش بیام شما رو به جای رونالدینیو بذارم، زشته اصلا. و بله حالا اینا رو من بعدا میذارم و آره تیممون فعلا تا اینجا رسید و به این صورته که من سعی میکنم تیمو بهترش کنم و زودتر تمومش کنم که بریم سراغ گیمای دیگه و اگه هم حتی تمام نشد میریم سراغ گیمای دیگه و آره و تیممون فعلا به اینجا رسید و چیزهای خوبی فعلا گرفتیم و آره بازیکنهای واقعا خوبی گرفتیم و تا ویدیوهای بعدی ببینیم که چه بازیکنهایی میگیریم و بله. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر ویدیو و تا یه ویدیو دیگه و چالش های دیگه و بازیکنهای بهتر دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.